سلام علیکم. توی این ویدیو آموزش نرم افزار اورال دهانی رو داریم که با توجه به مراحلی که نوشتم پیش میریم. وارد برنامه میشیم، گزینه ادمی را کلیک میکنیم و رمزی که از قبل بهمون دادن را فعال میکنیم و اوکی رو میزنیم. توی این صفحه‌ای که باز میشه نام دکترمون را حتما ذخیره میکنیم و روی اون کلیک میکنیم. وقتی که کلیک کردیم یه صفحه باز میشه، سمت راست ایمیج را کلیک میکنیم و این صفحات اضافی ها بک میزنیم و 3D اسکن را فعال میکنیم. پایین صفحه دیجی اسمایل را کلیک میکنیم و اون حالا رمزی که بهمون دادن رو وارد میکنیم، لوگین را اوکی میکنیم و حتما نام بیمار، جنسیت و شماره دندان را با دقت باید وارد کنیم. خب همونطور که داریم وارد میکنیم، اگر از این دسته ویدیو خوشتون اومد کانال من رو سابسکرایب و لایک هم یادتون نره. خب الان بیمارمون رو وارد کردیم، کلیک میکنیم روی اسم همان بیمار و اینجا دیگه با دقت تمام روی قسمت رستوریشن و روکش کراون رو انتخاب میکنیم با توجه به کاری که قرار انجام بدیم و همونطور که میبینید انتخاب کردیم و نکست رو فعال میکنیم. خب توی این مراحل با توجه به تصاویری که بالا گذاشته از فک بالا، پایین و بایت مرحله به مرحله پیش میریم و یکی یکی اسکن میکنیم. حواسمون باشه که توی این قسمت نباید بزاق بیمار مانع اسکن بشه. در همین حین حتما باید پوار آب و هوا بگیریم که خشک بشه و باعث تداخل توی اسکن نشه. خب روشن کردنش هم با گزینه پایینی و